دونه دونه میکنیم با قیچی. برگایی رو انتخاب کنید که چاک نداشته باشه، نازک و بدون چاک باشه، چون اگه چاک داشته باشه موقع پیچیدن یه ذره به مشکل می‌خوریم، ولی اگه چاک نداشته این برگای کوچیک هم استفاده می‌کنیم. روی برگ‌هایی که یه مقدار برگا خراب میشه قرار میدیم. آب و از قبل میذاریم، آب سرد و برگا رو دونه دونه تو اون میذاریم، میشوریمشون چون تو محیط بوده خیلی کثیف بوده. بعد از شستن مجدد آب جوش قرار میدیم، آب جوش و نمک که یه مقدار نرم شه برای دلمه پیچیدن آماده بشه. مقداری نمک اول ته ظرف میریزیم. برگایی که کنده بودیم نوتاشو میریزیم توی ظرف. حالا فرق نمیکنه چه ظرفی باشه. دوباره یه مقدار دیگه نمک میریزیم. آب از قبل گذاشتیم جوش اومده، میریزیم روی برگا. برگا رنگشون عوض میشه. همینجوری ادامه میدیم تا ته. کل برگا تو آب نمک خیس بخوره تا موقعی که بخوایم. الان میبینیم رنگ برگا داره عوض میشه وقتی که حرارت میخوره، میشه یه ذره به قهوه‌ای میزنه. قشنگ کلا اینجا 1-2 ساعت موند، میتونیم از آب در بیاریم و مرحله بعدی توضیح میدم که چطوری دلمه رو بپیچیم. این مرحله که پیازا تقریبا پخته‌ای شده، قشنگ سرخ شده، ما گوشت رو بهش اضافه میکنیم. اندازه نیم کیلو. این مرحله فلفل و ادویه و زردچوبه‌اش رو اضافه میکنیم. زردچوبه هرچی بیشتر باشه خوشمزه تر میشه. وقتش میدیم قشنگ که عطر ادویه ها در بیاد. نمکش هم که قبلا زده بودیم موقع سرخ کردن پیاز و گوشت. میذاریم قشنگ سرخ شه. اگه خام باشه یه ذره دلمه مزه خامی میگیره، خوشمزه نمیشه، ولی اجازه بدیم قشنگ عطر ادویه ها در بیاد و گوشتمون حسابی سرخ بشه تا مراحل بعدی که به برنج و مواد دیگه اضافه کنیم. آب برنج رو از قبل گذاشتیم جوش اومده. الان تو این مرحله برنجی که شسته شده خیس میکنیم در حدی که نیم پز بشه و از خامی در بیاد. نمیخوایم قشنگ بپزه، فقط انقدری که نیم پز بشه. هنوز خامه، یه ذره دیگه 5 دقیقه دیگه اندازه 10 دقیقه بپزه. البته بستگی به برنج داره. من برنج نیمدون استفاده کردم. نیم پز که بشه آبکش میکنم. الان برنجمون نیم پز شده، همونجوری که نگاه میکنید. اینو ما آبکشش میکنیم. برنج رو آبکش کردیم، میذاریم آبش قشنگ بره. تو این مرحله برنج رو توی ظرف دیگه خالی میکنیم که با موادی که از قبل حاضر کردیم مخلوطش کنیم. برنج آبکشی شده رو گوشت رو بهش اضافه میکنیم. گوشتی که از قبل
تفت دادیم، سرخ کردیم، مزه دارش کردیم، اضافه میکنیم بهش. سبزی رو اضافه میکنیم بهش، قشنگ هم میزنیم. سبزی هم سبزی دلمه است، از بیرون تهیه کردم، خودم خوب نکردم. سبزیش خیلی کمه، بازم اضافه میکنیم. به این مرحله که رسید کمی ترشی بهش اضافه میکنیم. من ترشیش آب لیمو اضافه میکنم به اضافه 2 تا قاشق رو قشنگ هم میزنم و آماده میشه برای پیچیدن بین برگا. آب لیموش اضافه میکنم، 2 تا قاشق ربم اضافه میکنم، 3 تا قاشق چون موادم زیاده. رب اضافه میکنم، کمی هم روغن بهش اضافه میکنم که روغن جامدم، معمولا از روغن اطلس طلایی استفاده میکنم. 2 تا قاشق روغن جامد که من از اطلس طلایی یا لادن استفاده میکنم. سبزی خشک شامل ترخون و سبزی معطر هستش، اونم اضافه میکنم که به دلممون عطر خوبی میده. اینو مخلوط میکنیم، بعد آماده میشیم برای پیچیدن دلمه. ته قابلمه رو ترجیحاً اول با کاهو میپوشونیم، چون کاهو خیلی دیرتر آب رو تبخیر میکنه و احتمال سوختن ته قابلمه خیلی کمتره، چون دلمه وقتی آبش تموم میشه احتمال سوختنش زیاده. اول یه چند تا کاهو میذاریم تهش، 2 تا دور فشار میدیم قشنگ، بعد روش برگ دلمه رو میچینیم که آمادهش کنیم واسه چیدن دلمه ها رو. وقتی پیچیدیم بتونیم بذاریم روی اینا. برگایی که کلفته و خوب نمیشه برای پیچیدن، برای ته قابلمه استفاده کنید. 3-4 لایه برگ بذارید که وقتی که به مرور این داره پخته میشه دلمه هاتون نسوزه. برگا رو وقتی که میخوایم مواد رو بپیچیم رو توش، از طرفی که رگه داره روی دستمون قرار بدیم که پشتش که صافه موقع خوردن قشنگتر میشه. به اندازه 1 قاشق از موادی که قبلا حاضر کردیم و میذاریم توی این برگا. حالت بقچه‌ای میپیچیم، من سنتی دوست دارم بپیچم، سیگاری هم میپیچن ولی ترجیح میدم من حالت سنتی باشه. به این شکل بقچه‌ای کنار هم قرار میدیم تا کل قابلمه گرفته بشه. دونه میپیچیم. برگای من خوشبختانه چون مال درخت خودمون هست چاک کمتری داره و توی پخت خیلی قشنگتر نشون میده و خیلی راحت‌تر میشه پیچیدش. همینجور ادامه میدیم. 2 تا قاشق رو به اضافه ادویه جات، زردچوبه، فلفل، ادویه و کمی نمک، نصف استکان روغن و نصف استکان آب لیمو خوب مخلوط میکنیم. به همراه 2 تا لیوان آب برای روی دلمه میریزیم و درش رو میبندیم. الان دلمه پیچیدم، توی 3 تا ردیف شد. آماده میشم برای مرحله بعدی که ریختن سسیه که توضیحشو دادم روی دلمه. یه درم روش میذاریم که
قشنگ دلمه ها به هم منسجم شن و تکون نخورن. این در مخصوص دلمه است. اینو میزنم روش و سسش رو که قبل حاضر کرده بودم، بهتونم طرز درست کردن شد گفته بودم، میریزم روی دلمه ها. و میذارم آروم آروم سیرشو کم میکنم، میذارم برای مدت 2 ساعت پخته شه. تو مرحله بعد بهتون توضیح میدم که چطوری میتونیم بفهمیم که دلمه پخته یا نه. این دلمه منه که در حال پختنه. گاهی یه تکه اینجوری بهش میدیم که روغنش به طعم بره و قشنگ پخته بشه. درشو میذاریم که قشنگ با حرارت خودش پخته بشه.